السلام علیکم بینندگان گرامی. در استودیو برنامه نوبتی لحظه با روانشناس. چرا من این صحبت رو از این اشارات سر کردم؟ در ملت ما، در بین مردم ما این اشارات چه معنی دارد؟ و این سوال طبیعی که شما جواب رو میدونید. احترام. احترام چیست؟ ما این کلمه رو بسیار دوست می‌داریم. خیلی دعوا هم داریم، از همدیگر احترام طلب میکنیم. اگر کسی نسبت ما به احترام کرد، به حرمتی کرد، ناپسندی کرد، ما سخت میرنجیم. ولی در اصل آیا ما با اون این کلمه رفته باشیم؟ آیا ما خودمون دیگران رو احترام کرده میتونیم؟ معمولا در طبیعت منتالیته توجیکی جهانشناسی ما همین است که ما آدم از خود کلان رو باید احترام کنیم. آدم صاحب مرتبه رو باید احترام کنیم. رهبر اداره رو باید احترام کنیم. یعنی به احترام سزاوار شدن لازم است. باید وظیفه های عمل های اجرا کرده باشیم، دستاوردهای بزرگی باید داشته باشیم که ما رو شناسن. آدمای مشهور رو هم احترام میکنن. صرف نظر از آن که مثلا غیر از اون شهرت اگر سراینده باشد، خب صدای خوب دارد، هنر خوب دارد، ولی همچون شخص صاحب احترام بود چگونه عمل ها دارد میدونیم. مثلا از تلویزیون وقتی که شما مرا تماشا میکنید، شما درباره من چی میدونید؟ هیچ چیز. ولی در کوچه وقت اگر نفر ما را شناسد، در ضمیرش احساس احترام یا یک رغبت صحبت کردن با نفری که از دور میشناسد پیدا میشود. ولی اگر در اصل بنگریم، احترام یک چیزی است که هر یک موجود در زمین به اون میارزد و نسل های پیشینه در این مورد یک قدم نظرشون دگرخیل‌تر بود. مثلا کودک خردسال از دیگران احترام طلب نمیکرد، محبت طلب میکرد. وقتی که اگر مادرش رو نسبت او تنبیه بدهد، سرزنش کند برای کاری، کودک میتونست گریه کند، قهر کند، برنجد، ولی بعد چند دقیقه دویده میرفت و مادرش رو آغوش میکرد و الکی فراموش میکرد، زیرا برای او محبت ارزشی بالاتر داشت. ولی ما در زمان زندگی میکنیم که نسل های نوین که در علم روانشناسی آنها رو نسل تفلانی یا ایندیگو نام بردن، خود نام های رمزی هستند، و نسل بعدی که امروزه هست نسل رنگین کمانی میگن، радужные дети. اینها کودکانی هستند که با همین طلبات احترام به دنیا آمدند. و شما کودک 3 ساله امروزه رو مجبور کردن نمیتونید که اون لباس که شما میخواهد پوشد. او حق خودش رو مادرزادی میشناسد. شما او رو مجبور کردن نمیتونید که غذایی که شما با مزه، فایده ناک و غیره با کسا میگوید اون رو بخورد. نخواهد نمیخورد. بعضی کودکان هستند که شما به دهنش میمونید توف میکنه. میگوید من این قبول ندارم. این کودک چی میخواهد؟ این کودک به ما چی رو یاد میدهد؟ احترام رو. یعنی هر انسان در روی زمین، اگر به خاطر بیاریم که داروین گفته است که در طبیعت 2 برگ اخیله است. تصور کنید طبیعت رو که 2 برگ اخیله ندارد، مگر در روی زمین 2 انسان اخیله بوده میتوانند. اگر به خاطر بیاریم که طبیعت یا که شور یا کیهان یا که خداوند، خب کدام واژه برای شما معقول است اون رو قبول کنید. خیلی ایجادکار هنرمند است با یگان چیزی تکراری نمی آفرد. حتی در عائله‌ای که کودکان دوگانه تولد شوند، حتی یک تخمه باشند، یک جنسه باشند، اینها اخیله نیستند. اینها 2 شخصیت علاهده هستند. اینها مخصوصیت خاص فردی خودشان را دارند. و وقتی که با انسان روبرو صحبت میکنیم، ما باید حتما در سیمای او همون شخص یکه و یگانه و ناتکرار رو، یک انسان مقدس رو دیده توانیم. صرف نظر از سن و سال، موقع، وظیفه، درجه ثروتمندی یا چیزهای دیگر. البته حالت‌های هستن که مثلا من رهبر اداره باشم و زیر دستان من نزد من آمدن، خب کدام کار اداره پیش نرفته است. من میتوانم جدی صحبت کنم، با اون کمبودی رو فاش کنم و راه‌های حلش رو از زیر دستان طلب کنم یا که پیشنهاد کنم. همین صحبت هم باید در دایره احترام باشد. سخت گفتن هنوز نشانه به احترامی ندارد. به احترامی آن است که ما امکانیت و وضعیت اجرا کنندگان رو به نظر نگرفتیم. خوب اگر که من راهرو باشم و راهی رو تازه نرفتم، اگر راهبر من اومده از من دعوت کنه که راه خوب نرفتی، ولی او برای من جالب درست رو پیشنهاد نکرده باشد و حق تنقید کردن من دارد؟ البته نه.
زیرا هر کار شرط و شرایط خودش را دارد و اگر که به نظر گرفتن شرایط ما نفری رو تنقید کردیم، رو سرزنش کردیم، به کاری و بهای بد دادیم، یعنی ما انسان رو احترام کرده نمیتوانیم و حتی صاحب کسب رو هم احترام کرده نمیتوانیم. ولی من کلمه صاحب کسب رو بعد کلمه فراش گفتم. ولی فراش هم صاحب کسب است. فراش است که خوب توزیع کرده میتواند، ولی فراش است که شاید صاحب کسب نیست و نمیتواند. روبری که این مسئله رو خوب میداند، روبری که ورزیده است، در جلسه میتواند خوب درست از روی نگاهی از روی همون وضعیتی بوده. ما همین پیاله رو میگیم که همین پیاله سفید لازم نبود، باید سیاهش رو میآوردیم. میتونیم دستور بدیم که پیاله سیاه رو بیارن که از روی دیزاین امروز استودیو برای ما لازم است. ولی اگر پیاله سیاه رو ما آماده نکرده باشیم، در اون حالت اگر کارگر برایشون پیاله سیاه رو آورده نتوانید، شما حق دستور دادن ندارید. این یک چیز مسئله است. دویمش پیش از همه باید بدونیم که کار یک روان، یک بخش زندگی ما است. ولی انسان همیشگی است. ما در یگان اداره یک عمر نمیمونیم. خورابر باشیم، حاضر دست باشیم. ولی انسان همیشه میمونیم. و وقتی که ما درباره احترام صحبت میکنیم، ما باید همیشه در پیش نظرمون انسان رو ببینیم. حتی باید کودک 3 ساله ما باشد. مثلا نبیره من سر باغچه رفتن نمیخواد. میخواد در خانه باشد. چند اصولی همین کودک به باغچه بردن است. زورن پشت گردنش به یک تفر آورده، گریان نالان بردن. این یک اصول است. اصول دوم، رو برای کودک نشستن، به چشماش نگاه کردن و گفتن تو رو بسیار دوست میدارم. من هم قدر چندان خواست ندارم که تو به باغچه روی وقتی که تو نمیخوای. ولی امروز در باغچه شما تو برآمد داری. شما خیلی زحمت کشیدید، شعر ایجاد کردید، رقص ها رو تمرین کردید. آخر زحمتات کجا می رود؟ و من میخوام رقص های رفته تماشا کنم. تو راضی هستی با این عمل؟ یا که با کودک یک جبران پولی بدهید، یک چیز بدهید. بگید که دخترم امروز اگر باغچه رفتی، اومدی بگویی من به تو فلان خواهشت رو اجرا میکنم. خود تو شکلات میخواهی، من نمیدونم، خواهد تماشا میخواهی، ما همراه تو تماشا میکنیم. شاید این کودک از خواب سیر نکرده است. شاید این کودک کدام خواهشش را شما اجرا نکردید، از شما رنجیده است. ولی وقتی که ما این چیزا رو به نظر نگرفته کودک رو زوراً کشاله کرده میبریم، برای که وقت نداریم با او صحبت کنیم، برای که سراسیمه هستیم، به کار رفتن همون لازم است، یا که یگان عمل دیگر است که ما همراه کودک اجرا کرده نمیتوانیم. ما به کودک چی رو یاد دادیم؟ به احترامی را. ما به کودک گفتیم تو هیچ هستی، تو ارزش نداری. در نظر من خواهش تو هیچ ارزش ندارد. آب دیده تو هیچ ارزش ندارد. و این کودک تو چی گونه، تو چه اندازه، در کجا خودش رو بعداً صاحب احترام کرده میتواند. من سر از اینترنت یک چیز عجیب خواندم، چیز نو نبود ولی بود دوباره خواندم. یک نفر جریمه کردن برای که شکلات نخرید در یک کشور بیگانه اروپایی. یک نفر در قطار در پلیس یک کودک غش میکند، خسته شده است، مانده شده است، گریه میکند و همه ناآرومند. و این همسفرشون مرد میگه که تو گریه نکن، وقتی که رسیدیم من برای تو شکلات میخرم. این همسفر اینو گفت و فراموش کرد. بعد چند وقت رو دعوت میکنن به اداره پلیس. حیران میشد، میگن قانون کشور رو حیران نکردم چرا منو دعوت کردن. میره اونجا میگن که تو با یک کودک شکلات وعده کردی و اون شکلات رو نخریدی، از بالای تو عریضه اومده است. خوش این شکلات رو میخرد، جریمه رو میسپرد و با او وقتی که حجتاشو گردونده میتین وقتی خونه میاد حجتش میکشه، در دنش یک تا مکتوب است. مکتوب مادر همون کودک. اون مادر نوشته است ما نه برای اون شما رو با جریمه با پلیس دادیم، دعوا کردیم که ما پول شکلات خری نداریم، داریم. ولی شما کاری کردید که فرزند ما رو اخلاصش از آدمان میتواند گردد، حس احترامش به مردم، حس باوریش به مردم میتواند کاسته شود. و این آدم واقعا سر این حالت بندیشه میرود، میگه من فهمیدم که من کاری به احترامانه کردم. پیش از همه نسبت خودم، من به قول خودم احترام نگذاشتم و اینها مرا همچون یک آدمی سبکبار، یک آدمی بی قول، یک آدمی که وعده خلاف است شناختند. و واقعا به این کودک من سبق وعده خلافی دادم. یعنی وقتی که ما درباره احترام میگیم، احترام تنها دست پیش برگرفتن و
خاموشانه اطاعت کردن نیست. متاسفانه ما در اوله های خودمون در اکثر موارد احترام گفته تنها سرپستی، گپ نگرداندن، اطاعت کاری رو میفهمیم. حالا که احترام شکل های خیلی زیاد دارد و احترام امروز ما باید احساس کنیم، دانیم و استفاده بردن آن رو یاد بگیریم که هر یک انسان روی زمین به احترام می ارزد. اگر برگردیم با دکلراسیون کروشی کبیر یا دکلراسیون حقوق بشر که در سازمان ملل متحد درج کرده است، اونجا نوشته شده است هر یک انسان صرف نظر از قوم، نژاد، ملت، دین و غیره و هکذا حقوق‌های دارد و یکی از حقوق‌ها این احترام است. هر انسانی که در روی زمین به دنیا آمده است، بگذار یک کودک نوزاد است و حق احترام دارد. احترام به کودک نوزاد چگونه است؟ برابری که او بیدار شد در برش باشد. او حق دارد که احساس غمخوری شما را داشته باشد، در برش باشید، تر باشد خشکش کنید، گرسنه باشد سیرش کنید. هم وظیفه شما است، هم احساس احترام شما است. احترام به طلبات این کودک برای زنده ماندنش، زیرا وظیفه کودک نوزاد زنده ماندن است. وظیفه ما احترام کردن همین طلبات و وظیفه این کودک است. با آدم کلان چه؟ با کودک نورس چه؟ شنیدن آن چیزی که کودک نوزاد با ما طلباتش بیان کرده نمیتواند، ولی کودک 5 ساله میتواند. بسیار وقت مراجعت میکنن با اون که میگن بچه نورس 19 ساله 20 ساله گپی مو نمیگیرد، سرکشی میکند، دروغ میگوید، از خانه میگریزد. علم روانشناسی میگه که برای که در این دوره عذاب نکشید، شما با کودکتون از دوره 5 سالگی، از دوره که خودش را میشناسد، وقتی که کریزیس یا پیدا میشود، کریزیس که این من هستم مرا احترام کنید، در 5 سالگی یکی از کریزیس های سن سالی کودکان این هم 5 سالگی است که در آنجا میگن که اوج خودپرستی کودک است. همه خواهش‌هاش را، همه طلباتش رو پیشنهاد میکند و میگه که من، تنها من، فقط مرا ببینید. بعدا وقتی که ما بالای کودک کار میکنیم، تربیت رو برای درست میکنیم، این از اینجا میبره، در اینجا ترسیدن لازم نیست و از همین دوره سر میشود. شنیدن طلبات های کودک و احترام گذاشتن به آن. این معنی ندارد که همه خواهش های او رو 200% شما اجرا کنید، توانید نتوانید. این معنی آن دارد که اگر که شما اجرا کردن نمیتوانید، بشنوید و با او بفهمانید که چرا نمیخواهید یا چرا نمیتوانید. مثلا کودک شما یخموس میخواهد، ولی عین زمان کودکتون درد گلو دارد. یخموس رو چگونه با او ندهیم؟ با او بفهمانیم. وقتی که صحت شدی حتما برات یخموس میخرم و وقتی که گفتیم که صحت شدی من برات یخموس میخرم، بیان که کودک شما رو دوباره آگاه کند این یخموس رو بخرید. اگر فراموش کردید حتما عذر پرسید. دخترم، پسرم، سخت معذرت میخوام، من فراموش کردم، زیرا من آدم سیرکار هستم، آدم کلام بودن کار آسان نیست، زیرا وظیفه های زیادی من دارم، در درون این وظیفه ها فراموش شد و از بس که فراموش کردم من برای تو 2 تا یخموس میخرم. و کودک میفهمد، کودک در درون همین دیگ احترام میجوشد، صاحب احترام به وایه میرسد و نه تنها خودش را احترام میکند و به دیگران هم احساس احترام رو داده میتواند. اگر این چیز نباشد، ما وقتی که با فشار، با فرمان دادن، با جزا دادن ها کودک رو تربیت میکنیم و بعدن از او احترام طلب میکنیم و بعدن میگیم من مادرت هستم تو باید مرا احترام کنی، من پدرت هستم باید مرا احترام کنی. این کار خیلی مشکل میشود، زیرا چیزی رو که شما ذره هر روز نداده اید چگونه بعد از 15 یا 20 سال از او طلب میکنید؟ نیست. این درخت رو از آغاز، از همان دانه تخم بودنش که در زمین کاشتیم از اون درخت شد، از اونجا سبزاندن لازم بود. ولی متاسفانه در روزگار ما چون این حالات ها بسیار دچار میشوند و من باز برمیگردم با احترام سن سالی. احترام برادر و دوست چگونه است؟ با آدم نورس ما برو همچون برادر قبول میکنیم، همه طلباتش رو میشنویم، اگر که نتوانستیم سببش رو میفهمونیم یا میگوییم که موقوف گذاشته میشود و بعد از چند آن رو اجرا میکنیم. با دوست و برادرم احترام چگونه است؟ اگر شما همدیگر رو احترام کنید، شما در حالت ضروری همیشه پیدا میشوید. اگر که من تنها برای خودم شما رو دوست گرفته باشم که از شما استفاده برم، استفاده ابزاری میگویند، اون وقت احترام وجود ندارد و شما زنگ زدن
شما خستید رفتید، دیر بود، بر وقت بود، در براتون برادری استودید، کدوم یک مسئله حل شد. ولی دوره میشه که به شما هم لازم، شما زنگ میزنید، اونا در زنگش نمیبردارد یا میبردارد با یگان بهانه همون کاری که برای شما لازم است، شاید مشکل است، شاید آسان است، اجرا نمیکند و عذر هم نمیپرسد، بهانه پیش میآورد و عذر نمیپرسد. اینجا انا همون بی احترامی است. وقتی که دوست شما است، احترام شما آن است که به عوض آن مهربانی کرد، احترام این قدر شناسی، همون دوستی، همون عمل، همون مهربانی ها است. احترام این زمان قدر شناسی هم است. احترام آدمان کلانسال چگونه است؟ خیلی کار مشکل است وقتی که در عائله یک نفر پیرانسال، دو نفر پیرانسال هستند. عائله های تاجیکی عائله های سرقشره هستند. ما از بحر پدر و مادر و بابا بیبی همون نمیبراییم. ما با آنها همراه زندگی میکنیم. ولی بسیار مشکل پیش می آید. آنها در دم پیری بعضا اینجق می شوند، بعضا سرگپ می شوند، بعضا عزت طلب می شوند و ما هر دفعه از صحبت آنها می گریزیم. این یک نمودی به احترامی است که ما با آنها حق نمیدیم که آنگونه که هستند باشند. آنها حق دارند آنگونه باشند. ما فراموش میکنیم که زمان این آدم برای ما همه چیز را داد. گپ درباره عائله های سالم می رود. اصلا پدر مادر که هیچ چیز ندادن در دم پیری بعد دعوا میکنن، احترام طلب میکنن. اگر در خانه پیرانسالان باشن فرزندان خودشان رو در پیش نظر عامه سیاه میکنن که من اینقدر فرزند دارم، اینقدر نبیره دارم، ولی من اینجا هستم. ولی گپ در سر است که این پدر و مادر خودشان چی دادن. اگر که ما در عائله با هم زندگی میکنیم، پس این پدر و مادر خدمت‌های کردن و پیش از همه در اکثر موارد آنها در خانه خودشان زندگی میکنن، ما در خانه آنها زندگی میکنیم. احترام چگونه است؟ وقت جدا کنید برای پدر و مادر پیرانسالتون. نیم ساعت وقت رو از همه چیز خالی کنید. تلفنتون رو خاموش کنید و بشینید گوش کنید. نیم ساعت، 20 دقیقه. همین 20 دقیقه رو برای 100% توفیق کنید. این احترام است. کوشش نکنید که آنها رو نصیحت کنید و به آنها گپ یاد بدهید. مثلا یک حالت شد و مادر شما یا پدر شما، برادر کلان شما از چیزی شکایت کرد. ما عادت نصیحت کردن رو بسیار بسیار دوست می‌داریم. بعضا در نظر خودمون اونقدر دانشمند هستیم که همه مشکل عالم رو می‌دونیم، با گپ حل می‌کنیم. و ما با اون مادر میگیم این خیلی می‌کردی نمی‌شد. خودش خودت روید خونه دوگانتون با. یا که بعضا فرزندان گویا دلشون می‌سوزد از روی مهربانی خودشون، از کدوم یک سبب خودشون با پدر و مادر میگن مادر جان این لباس نپوشیدین شما با نمی‌زیبد، بیاید من شما لباس نو می‌خرم. برای این مادر همون لباس خودش راحت است. شما حق به او گپ دادن یا گپ یاد دادن نصیحت کردن ندارید. شما فرزند هستید، اونها پدر و مادر هستند. اونها از بالا هستند. اگر که شما در سرتون تاج زر گذارید، شاهنشاه تمام عالم شوید، شما از مادرتون پایین هستید. و این رو فراموش نکنید. این رو باید احساس کنید. اگر مادر شما از شما بپرسد که دخترم یا پسرم همین حاضر فلان برای من یک کفش براحت لازم است، همون رو خریده بیارید، اون وقت شما موافق درخواستی و عمل کنید، این احترام است. ولی شما به نظر گرفتن خواهش ها، ذوق این آدم، عادت های این آدم، طلبات های این آدم که برای شما بیان نکرده است، وقتی کار میکنید و آدم وقتی که نمیگیرد، شما یک گزوار قیمت بها رو میبرید، به مادرتون تحفه میکنید، میگید که مادر جان شما این رو کرتا کنید، پوشید. شاید این رنگ دوست داشته اون است. شاید با این گزوارهای گرانبهای شما عادت نکرده است. اگر یک عمر یک زندگی خاکسارانه داشته باشد و در 3 روز حلقه‌های نیم کیلویی طلایی شما در گوشش انداخته نمیتواند. برای همون چیزهای عادی خودش راحت است. میتواند تحفه بیارید و شرط نگذارید. که مادر جان همین دیدم حواسم آمد برای شما خریدم. اگر شما نکرتا کرده پوشید من خرسند میشم. اگر که نخواهید پوشیدن میلش دستم به ایستاد. خود به کسی خواهد تحفه کنه. ولی بعضا میشه که ما میرنجیم. شکایت ها رو ما در صحبت ها بسیار میشنویم. من برای مادرم این کردم چیزی پرداختگی من نمیپوشم، من میخوام تماشا برم، کورورت برم، نمیروم، من نمیدونم چی کار کنم، دویم از من ناراضی هستن. شما از اون آدم شنوید که چی میخواهد. شاید فقط دیدار شما براش کفاست. شاید شما رو تست دیدن میخواهد. وقتی که خواهش اون آدم نیست، شما خواهش خودتون رو، آرزوی خودتون رو، طلبات خودتون رو به ذمه اون آدم بار میکنید، این دیگر احترام نیست. این اندیشه های شما است.
شما شاید در نزد یار و دوستاتون میخواید که مادر شما لباس قیمت بها داشته باشد و وقتی یک جا براید گوین که من خیلی بسیار پسر غمخوار و دختر غمخوار بود از مادرش با لباس قیمت خرید است. شاید شما برای خودتون عزت خریدن میخواید. در این مورد از خودتون پرسید که برای شما این چه لازم است. اگر برای مادر شما لازم نباشد، برای پدر شما لازم نباشد، پس این برای شما لازم است. و اگر خواهش خودتون رو بالای کسی بار میکنید، پس این احترام نیست. یک چیز دیگر است، ما باید رهبر هم احترامش دونیم. به نظر باید بگیریم که رهبر سربورش نظر به زیردست صدها برابر زیاد است. شما یک رهبر دارید، رهبر اداره شما 100 رهبر دارد. و رهبر شاید در حالت نوهنجار آمد، صدا بلند کرد، فریاد کشید. قاعده احترام همین است که حتی در سر قهر یک چیز گفتیم، بعد که قهر پس شد گفتن لازم است که من واقعا در حالت اضطراب بودم، معذرت میخوام اگر صدام بلند شد، ولی مسئله اساسی اون بود که همین مسئله مشکل این حاضر ما باید حل شود. اصلا اگر که از نقطه نظر رهبر رو زیر دست بگیریم، وظیفه های رهبران خیلی از وظیفه زیر دستان فرق میکنن. اونجا یک چیزهای وزنی دیگری هستن که ما درباره‌اش حتی تصورات نداریم. من در همه سطح کمتون کار کردم، میدونم وقتی رهبر اداره هستی تو باید غم شکم بچه رهبر زیر دست بخوری که معاش داشته باشد. شرط نیست که وای اومده به شما اعلام کند که من غم شما میخورم. رهبر وظیفه‌اش خیلی مانند است با وظیفه پدر یا مادر. مثلا کودک از کجا میداند که مادرش با کدام عذاب 4 کیلو کارتوشکای برداشته آورد؟ شاید مونده بود، خسته بود، دستش درد میکرد، ولی کودک هم گرسنه است، اون 4 کیلو کارتوشکای برداشته آورد. ولی کودک مادر از در میدارد، کودک داد و فریاد میکند که شما دیر اومدید، من گرسنه هستم. مگر خود مادر گرسنه نیست؟ مونده نیست؟ در حالت خستگی این مادر به کودکش میگه که دمت گیر، منم از کار اومدم، یک دم صبر کن، منم این چیز غذای آوردگی موضوع تیار میکنم، در پیشت میمونم. ما آدمای زنده هستیم، اینو باید به نظر بگیریم. ولی در مورد ضروری بعد از اون که حالت اضطرابی بود و بیرون شد، قاعده احترام همین حالت رو افشا کردن است و حد الامکان در اون شکلی که برای شما راحت است عذر پرسیدن است. مردم ما عذر پرسیدن دوست نمیدارن. شما یک کودک معده یک کاری نادرست کند، اگر عذر پرسید با چه مشکلی از عذر میپرسد؟ اگر که در اون خانه خصوصا اگر قاعده عذر پرسی نباشد و در کلونش ندیده باشد و نمیتواند عذر پرسد. ما خیلی مردم مغروریم در این مورد، ولی این چیز رو یاد گرفتن لازم است. واقعا عذر میتواند تا اندازه گناه ما رو کم کند، از دل یک کس عذر رو بیرون کند و همون حس احترامی که ما با اون آدم داریم اون رو افشا کند و بین ما همون مناسبت دوستانه و مهربانانه را جو به جو کند. یعنی احترام پیش از همه نه تنها برای دیگران لازم است، احترام پیش از همه برای خود ما لازم است که ما برای خودمون یک محیط بی خطر با وجود آوریم و با اطرافیان مناسبت بی خطر ایجاد کنیم. اگر ما خودمون احترام کردن نتوانیم خودمون رو و اطرافیانمون رو، ما همون نفری میشیم که مورد نفرت دیگران قرار میگیریم، مورد ملامت دیگران قرار میگیریم که حال خوبی نیست. خوشن یک صحبت مختصر بود اطرافیان که احترام چیست و احترام برای ما چی ضرور دارد. اگر ما این رو یاد بگیریم من گمان میکنیم که در زندگی کار ما خیلی و خیلی آسان‌تر میشود. آباد باشید تا صحبت دیگر بینندگان محترم ما.